سلام برای بچه یوتیوب، چطورین؟ خوبین؟ ردیفین؟ آقا در خدمتتون هستیم با خانم سارا کبیری. قربونتون برم. با یه ویدئوی سوال و جواب در مورد اینکه به هر حال یه سوالایی از من پرسیدین که از واقعا فکر نمی‌کردم یه روز بخوام بشینم اینجا جوابشو بدم، ولی خب به هر حال اینجا من ربکا خواستم یعنی تو تلگرام برگشتیم پرسیدیم، گفتیم هر سوالی که از ما داریم بپرسین. ربکا رو درخواست کردیم که اینجا باشه و این سوالا رو از اون بپرسه و جواب بدیم و به هر حال در خدمتتون هستیم. امیدواریم که لذت ببرید. سلام. قربونه. عروشم. پژمان و ربز پشت دوربینن. پشت صحنه شلوغی داریم. آلتانا و پامی هم پشت دوربینن. یوتیوب سلام به شما. اومدم با یه سری سوالات اصلا نگم برات جنجالی. بفهم. خب شما اصلا اولین بار کجا همدیگر رو دیدین؟ کی جواب بده؟ یکی رضا یکی من؟ اوکی. نه یکی رضا یکی من یا هر کی؟ تو خود بگو کی جواب بده. اولین بار رضا کجا همدیگر دیدین؟ اولین بار برمیگرده به بیشتر از 2 سال پیش تقریبا توی لاس وگاس. توضیح بدم ادامه‌شو. کنسرت ابی بود که من با آرش و لنا دوستام رفته بودم لاس وگاس. سارا با دختر داییش و شوهرش اومده بود لاس وگاس. ستاره و رضا. آره ستاره و رضا. وسط کنسرت یه بریکی میدن که میریم بیرون یه چیزی میخورین و اینا. ما داشتم بعد انقدرم با آرش و لنا درینک خورده بودیم، اومدم برید یه مارگاریتایی دستم بود و یهو دیدم یه دختر اینجوری انگور اینجوری انگوری یهو همینجوری که اومد اونم نمیدونم داشت آب میخورد سارا، یهو برگشت اینجوری چش تو چش شدیم، بعد اصلا تکون نخورد چشامون. یهو همینجوری نگاش کردم گفتم مارگاریتا میخوری؟ یهو اینجوری کرد نه والله. گفت چی؟ گفتم مارگاریتا. رفتم گفتم میگم مارگاریتا میخوری؟ گفتش که خیلی چیز خوردم مارگاریتا اتفاقا خوردم خیلی خوردم و اینا. گفتم حالا یه دونه دیگه هم بزن چیزی نمیشه. گفت وای باشه دیگه مارگاریتا گرفتیم. حالا که میگی دیگه. آره مارگاریتا گرفتن و بعد جالبه مثلا یه کانورسیشن خیلی کوتاهی بود و بعد از این مدل که انگار مثلا 5 سال همدیگه رو میشناسیم. آره واقعا همون جمله‌های اول بود. آره بعد خلاصه یه چیز دیگه یعنی یه کانورسیشن کوتاهی بود و به همین گفتم رس شماره‌ام داشته باشم و اینا. نه خیلی نگفتی، گفتی گوشیتو بده ببینم با کسی که نیومدی. گفتم نه با کازینم و شوهرش. سری گوشیو گرفت. خودم گوشیشو گرفتم. یه میسکالم برای خودش انداخت. دیگه تو فکر اخلاق منو میدونی اینجوری. گفتم شماره گوشی بده. گوشیشو گرفتم و یه میسکال انداختم. گفتم باشه برو کنسرت، بعد از کنسرت همدیگه رو با هم دیگه صحبت می‌کنیم. خب سارا پس شما با موقعیت اینکه برین مخ هم تو مخ سارا رو بزنی رفتی جلو؟ رفتم مخو کوبیدم رفتم یعنی در جا نگاه اول نگاه اول اینجوری که برگشتم باز چیز کردم تنابه اینجوری از رفاقتی در نه ساکت وایسا حجمه ایجاد نکنی. من بهتون میگم مجری صحبت بچه ها ببینید من اومدم ببینید اینا چه همه تجربت هاشون امروز میبینم براتون رو. الان من توضیح میدم چی شد. ببینید بعد از اینکه نه بعد صحبت کنید. سکوت خانم کبیر سکوت. آقا شیرازی شما سکوت به خودم میگم. وای از شما با رفاقت چیزی رو شروع نکرد. نه یعنی کاملا خیر دروغ چرا قرار تو یه متر جا بخوابیم. خیر خانم کبیری جواب میدن. دیت بعدی کجا بود بعد کنسرت؟ دیت بعدی فرداشو منظورته یا بعد از وگاس؟ آره اون که آره ولی بعد وگاس کجا؟ توی اونجا که چیزا اون پاریسه. چیکار کردیم؟ هیچی دوباره هم یه ذره الکی حرف زدیم و غذا خوردیم. آره رفتیم رستوران نشستیم غذا خوردیم. آره بعد جالبه توضیح بدم ادامه‌شو. جالبه انقدر مثلا چیز بود جو صمیمانه بود که همون لحظه که من و سارا صحبت کردیم آرش و لنا با کازینو انگار مثلا اکیپی اومدیم. فرداش 6 تایی رفتیم غذا خوردیم. یعنی اینجوری بود. رضا جان چقدر این دیت ها ادامه داشته بعدش؟ یکی از ادامه داشت. یکی از داستانای مشکلاتی که وجود داشت. من راجع مشکلات صحبت نکردم. دارم چیزی که آقا ببین چه سواله. اوکی بعد آقا یه ماه 2 ماه بعد وگاس همین می‌خواستم. بعد وگاس من گفتم چه عجب دختر باحالی بود و فلان و اینا. منتها سارا واشنگتن بود من کالیفرنیا بودم. یعنی دو این ور اون ور امریکا بودیم.
بعد خلاصه چیز میکردیم، یه برنامه میذاشتیم، سارا اومد کالیفرنیا، من میرفتم اونجا. یه بار که من 2 روزه اومدم، شما فکر کن از اون سر پرواز سوار شدم 6 ساعت اومدم اینجا، رفتیم اسکی، دوباره 2 روز بعدش برگشتیم. آره اونجا من سارا رو دیدم. آره اون اولین باری بود که من تمام دوستای رضا رو دیدم که پژمان هم جزش. پس من گفتم چقدر طول کشید این دیتا بعدش؟ فکر کنم نزدیک 2 ماه. بیشتر از 2 ماه. بیشتر از 2 ماه. آره خب بعد از 2 ماه دیگه دیتا تموم کردین؟ نه میدونی به این نتیجه رسیدیم در بعد از 2 ماه بگم یکی از مشکل اصلا انقدر این داستان اینجوری شروع شد که ما از هم فاصله داشتیم. بعد سارا دیدین تو بچه واقعیت سارا همین کاراکتری که میبینین، یعنی تو کوتاه‌ترین زمان ممکن شما فکر کن صمیمیت صحبت کردن چیکار میکنه، مسافرت دارم میرم، این مدلی بود و چون از همدیگه دور بودیم این دیتا ادامه داد. من میرفتم سارا رو میدیدم، میگم سارا مثلا یه صحبتی کنم، میخوام با بچه‌ها بریم اسکی، حال میکنی بیا، اگه حال میکنی بیا، مثلا بلنش بلیط میگرفت مثلا میومد این مدلی همینجوری ادامه داشت. این یه چیز خیلی سخت بود دیگه. آره یه روالی تو رابطمون انداخت، یعنی همینجوری مثلا به خاطر هم فاصله مثلا میگفت اوکی چقدر اون موقع رضا چه پسر باحالیه، من میگم سارا چه پسر باحالیه، مطمئن اینجوری با هم دیگه برنامه می‌کردیم. اینجوری نبود دیگه مثلا هر آخر هفته هم دیگه ببینیم مثلا فلان بشه، شرایطش نداشتیم، واقعا 2000 مایل فاصله مون بود. خب پس بعد 2 ماه تموم کردین رو؟ نه به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم رفیق باشیم. آره دیدیم ما نمیتونیم مثلا دوست دختر دوست پسر باشیم. از این رفیقا جاست نه آخه میدونی چی بود مثلا اوایلش اینجوری بود. نه ما اصلا هم دیگه نمیدیدیم، خیلی دیر به دیر میتونیم ده دروغ میگه اینجا. اجازه بدید نمیدیدیم. ببین این مدلی بود نوع رفاقت رو مشخص کنیم. ببین نوع رفاقت داداشی بود. ببین نوع رفاقتمون داداشی ماداشی و اینا واقعا نبود، ولی بعد از این فاصله ها نیمه داداشی بود. این که بود ببین تو حرف میگفتیم ما رفیقیم، داداشمونم گفت آره با کسی واسه دیت کنی به من نشیدم. نه داداشی نبوده که مثلا دوستیم و فلان اینا که تو همین شنیدم داداش و خواهر شده. نه رفیق ببین مثلا یهو مثلا رفاقته بود تو ذهن خودمون، مثلا صحبت هم میگه شاید پیش هم دیگه میگفتیم آره رفیقیم و فلان و اینا. اولین چیزی که باعث شد از هم خوشتون بیاد چیه سارا؟ اولین چیز خیلی چیزه، خیلی حس صمیمی بودن میده. یعنی مثلا دیدی بعضی ادا در میارن میخوان یه جوری دیگه ای رفتار کنن که تو خوشت بیاد، رضا اینجوری نیست، همونیه که خودشه. ببین منم الان بگم دیگه درسته خانم معلم. ببین باورت نمیشه تو همون وگاس وسط کنسرتی که من سارا رو دیدم شک نداشتم که الان به این دختر بگم بیا بشینیم همینجا آب گوش بزنه میگه پایان. یعنی انقدر خاکی، انقدر خودش، انقدر همینجوری خنده نیشه باز و آدم اصلا یه حس خیلی خوبی واقعا ازش گرفتم، خیلی خیلی زیاد. خب کی اول گفت دوست دارم؟ منو داره، یعنی گاو دارم. کی بیشتر از همه دعوا درست میکنه؟ من. سارا. آره. اکثر این دعواها از چیه رضا؟ فکر میکنم که صادقانه بگم دوست داشتن زیاد، یعنی کامل حسش میکنم. چه خودش هم تحویل میگه. نه دیدین دو طرف هست آخه. خب سر چی بیشتر دعوا میکنی با ایستان؟ سر چی؟ یه ذره تراست ایشو داره، مشکل اعتماد داره. مثلا گیر کجایی چرا جواب نمیدی از این؟ آره این بچه بود. کی بیشتر از همه قهر میکنه؟ دو طرفه بود. آره دوتاتون قهر جفتمون با هم قهر میکنیم، جفتمون هم همونجوری سر نباید قهر باشه اصلا. آره رضا قهروه. آخه برای من بیشترش هم قهر، من موقعی که عصبی میشم ساکت. اگه چه داداش خودم نه با راست میگه بچه گو خوردم. رضا قهر میکنه میره جواب تلفن نمیده. اصلا شما نمیدونید چه قهر. والا ایراده دیگه. فکر میکنید کدومتون بیشتر وابسته رابطه است؟ من. ببین ظاهرا نگاه کنی ساراست ولی باطنا این نیست. یعنی از شاید مثلا حتی از خود ربکا اینو بپرسی بگی مثلا سارا وابسته است، ولی میدونی کاراکتر من این مدلیه. یعنی اون چیزی که ویترینم یه ذره چیزه، یه ذره چرا رفت میکنی؟ ویترینم یا آره، یعنی یه ذره این مدلیه، یعنی علاوه دیپ توی ذهن و قلبم یه ذره چیز دارم.
یا داره خیلی عمیق‌تره. تا حالا شده برای همدیگه گریه کنه؟ حالا سارا که 100% دختره شده، تو چی؟ گریه نه آقا تو هم خوب بوده همه چی، به گریه نبوده، چیز نبوده که بخواد گریه کنی. اینم مثلا گریه کرده اجازه بده واسه گریه کنی قصد درست کنم قدرمو ندونستی. این گریه بودی بود بابا قربونت برم جان. بدترین دعوای رابطه‌تون سر چی بوده؟ بدترین دعوای رابطمون بگم چی بگم والا به خدا. دعوای رابطمون حالا بهش زیاد با دیتیل بگو، تو بگو. تو کدوم میخوای بگی؟ دعوای زیادی واقعا نداشتیم ولی دعوای واسه تو داشتیم ولی اساسی ها. من میخوای تو بگو، میخوای کدوم؟ تراست ایشوه دیگه، کوستاریکا. آره اون بدترین دعوا. واقعا بدترین دعوا. آره اون بدترین. با ما تولدی زک دعوتمون کرد کوستاریکا. نه تولدم نبود. برنامه مجردی بریم کوستاریکا، دخترها کجا بیان فلان این مدلی. دخترها کجا بیان؟ نه گفتید با بچه‌ها داشته بزن نیویورک و ما هم میتونیم پسرانو ببینیم کوستا. حالا من کیم؟ منم و زک و پژمان و حامد. اصلا این جماعتو بذاری چیز خودتون دیدین دیگه. بچه‌ها آرومی هستن. خیلی زک آرومه. خیلی. حالا اینجوری که گفتم بعد من اعتقاد دارم باید به هم دیگه اطمینان داشته باشیم. آره من تو خودم داشتم اون کاری که اگه قرار باشه که تو کوستاریکا رو تو امریکا هیچ جا بهشت امریکا همینجا میگی. حالا دیگه مغز تو سابیدم به این نتیجه. نه من پاسارو صحبت کردم به این نتیجه رسوندمش که آدم اگه تو قفس هم باشه کاری بکنه میکنه. کوستاریکا و پاریس و فرانسه برابر با پاریس و فرانسه. یعنی اصلا از این پسر مثلا حول تو انقدر امکاناتشو داشت بکنه که من میدونم و میدیدم که چقدر مثلا حتی جلوی من بهش کرم میریزن و نمیکنه. من این یه جورایی از ذهنیت رابطه قبلیمه که باعث میشه بهش گیر بدم. من دیگه بچه مثلا 15 ساله که نمیتونیم توی بالاخره بعد از یه دوره تجربه تو زندگی تصمیم گرفتی توی رابطه‌ای باشی دیگه و واقعا باید به خودت احترام بذاری. اول گند زد تو رابطه؟ رضا. من آخه گندم نبود دیگه همشا کدومتون خور بافرو کنه؟ رضا. آقا من گردنم عمل کردم اصلا ربطی نداره. قبل عمل میکرد قبلشو بعد عمل خور و پف میکنه. هیچ کی باهاش نمیتونه توی اتاق بخوابه. پژمان در میره. بله بابا ولم ولی من عادت بابا من گردنم میگم گردنم کج میذارم نواری اون موقع گردنش هم سالم بود همین بود. مجاری تنفسی بچه‌ها. اگر یه روز قرار بود بدن همدیگه رو عوض کنین اولین چیز که عوض می‌کردین چی بود؟ اصلا نمیگم نه من همه چیز رضا رو سارا رو دوست دارم نداریم یه چیزی رو عوض من ستون فقراتش رو عوض می‌کردم که اینقدر گردن داد کمر درد نداشته باشه. به قرآن به جون رضا من صادقانه من استایل سارا بدن سارا بابا میدونم چیز میکردم که پاهاشو چیز میکردم عوض میکردم سایز پاهاش 36 یعنی قشنگ باید به کفش بچگونه بگیری. دو سایز اضافه میکردم. عجیب‌ترین جایی که بوس کردین همون کجا؟ والا جای عجیب زیاد داشتیم. عجیب ترینش وسط دعوا. قبل از اینکه اینو بگین اولین باری که همدیگه رو بوس کردین کجا؟ تو وگاس. اصلا ولی به عجیب ترینش یه بار وسط دعوا دیگه وسطشون داد و فریاد می‌کردم یه بوس کرد. بقیه‌اش فیلم‌ها. آره. اینو خوشم اومد. آره دقیقاً تا بوس کردیم سارا رفت ظرفا رو شست من رفتیم کتاب خوند و آره حتی کتابش هم یادم به خدا چیز هنر خوب زندگی کردن از هنر خوب ولی اینو دوست داشتم آفرین. همیشه وسط دعوا یکی بعد به نظر من چیز در همه وسط دعوا هم به نظر من یکی بعد به یکی چیز کنه. اولی باری که رضا حس کردی میخوای ببوسیش چی شد؟ چی شد؟ داشتم پلنشو میچیدم تو ذهنم دستو میگیرم دروغ نگم خیلی اینه حالا واقعیت دارم بهت میگم اون هیجانات حالا به کنار ولی خیلی احساس مثبت و قوی داشتم و میدونستم سارا هم نسبت به من داره و میدونستم که خیلی زود میبوسمش. دیگه توی رابطتون
با کسی دیگه هم بعد اینکه تموم شد وارد رابطه شدین یا نه؟ بعد از اینکه تموم شد بله بعد از اون تایمی که دیت می‌کردیم گفتیم دیگه دوستیم. آره ببین دوست که بودیم. آره من وارد رابطه خیلی مریض سمی شدم که اصلا تبعاتش خیلی برام سنگین بود. خیلی دوره خیلی وحشتناکی رو گذروندم. اصلا خیلی کثافت بود. تو چی سارا؟ من یه بار رفتم دیت که لج رضا رو در بیارم. اصلا خوشم هم نیومده بود از اون آدمه، فقط رفتم که لجش در بیاد بگه بیا دوباره با هم. اوکی. حالا گوشی همدیگه رو یواشکی چک کردی؟ گوشی هم با راست بگی. من اصلا پسوردشو ندارم. من گوشی دوست داشتم. نه من چک نکردم. من به واقع صادقانه گوشی تو رو تا حالا چک نکردم ولی بگو دیگه بابا یعنی ناخودآگاه قفل باز شد و اون تو رو دیدم. بابا نه والا نه به خدا نه به جون رضا نه به خدا بابا سر چی بود من لوکیشن تو رو آن کرده بودم لوکیشنشو آن لوکیشن هم دارم. نه وایسا بابا وایسا بدیم لوکیشن رو سر چی آن کردم تو لوکیشن آن کردی گوشی چک نکردی. آقا یک بار گوش کن تو همون دوره وایسا نه تو دوره قهریمون که تو دوره که مثلا دوست بودیم و فلان بودیم که مثلا کاری به هم دیگه نداشتیم اینو صادقانه دارم بهت میگم. یک بار میدونستم داره میره یه جا تو لاگونا بعد برگشتم به لوکیشنش آن کردم بعد گذاشت یادم هم رفت چیز کنم بعد خودش برگشت گفت این چیه گفتم که نگرانت بودم نگران تو هم خودش میدونه بابا. خب شده بر همدیگه مخفیانه هدیه بگیرین ولی ندین به هم ندین نه اگه یه شب بدون محدودیت بودین تو رابطه چی کار می‌کردین؟ من کاری نمی‌کردم. همین الان محدودیت احساس نمی‌کنیم اصلا یعنی خودمون انتخاب کردیم که من یه چیزی بگم. من تو این قسمت زندگیم تو این قسمت مثلا این سوالی که پرسیدی اون محدودیت ذهنی خودمه. اینم برمیگرده نه به سارا به 10 سال پیش که تا حالا شده به رابطه‌تون شک کنید؟ چرا بده میرینیم کلام منعقد شد. آپشن ستاره دار کنم عزیز من بفرمایید سوال بعدی. تا حالا شده به رابطه‌تون شک کنید؟ یعنی چه جوری شک کنیم؟ فکر کنیم مثلا کلا اشتباهه؟ آره برای من پیش اومد. بالاخره شک پیش میاد. مگه میشه پیش نیاد؟ به نظر من بعد هم زمان هم این که اتفاقا و چالنجا نشون میده که چقدر به هم دیگه وابسته این چقدر رابطه واسه مهمه. آخرین باری که حس کردین جداشین کی بود؟ آخرین باری که حس کردیم جداشیم کوستاریکا. این بود میشه چقدر 2 هفته پیش؟ یه 24 ساعت کامل با هم قرار بودیم دیگه. بکنید 2 هفته. همه فهمیدن. همه تو چنل تلگرام گفتن اینا با هم قرارن. چرا با هم قرارن؟ خیلی تیزین شما. خیلی. یعنی بچهای تلگرام. تیز ترین آدمای دنیا. من سعی می‌کردم خودم هم خوشحال بشم. من از خنده می‌میرم میگم بچه‌ها دوباره این تیزا فهمیدن. ببین من مثلا سعی کردم خوشحال نشون بدم رضام همینطور بعد من ویدیو مسیجایی میدم هرس می‌خوردم مال خودم مثلا شادتر می‌کردم که کسی نفهمه بعد همه می‌زنن سارا معلومه حاله قومی چی شد ببین بچهای تلگرام به جون دادم. من گاهی وقتا فکر کنم تو مثلا خونه زندگیمون دوربین کار گذاشته اصلا یه زارت سوزنه میزنن وسط اصلا پرام میریزه. ولی تو اون هفته پیش واقعا یه 24 ساعت قرار بودیم و اونجا یعنی جفتمون یعنی این قرار قضیه چی بوده؟ پژمان میگفته بریم پژمان و زک بودن کی میگه؟ آره پژمان زک دونه بذر این کثافت رو کاشت. پژمان هم میگفت آره بریم و اینا نه زک اون شب نبود. بعد پژمان گفته بریم کوستاریکا مجردی این هم سارا هم شروع کرد نه تو نباید بریم. ببین سر داستان گوش کن. گفتم آقا مسافرت مجردی ما مجردی تو اگه مجردی با دوست مجردت بذار وقتی ما تو رابطه ایم دلیل نداره تو پافشاری کنی رضام بیاد. حالا من مگه ما تنهایی میریم جایی که میله میکنی رضا بیاد. ببین یه چیزی من بهتون بگم دیگه وایب منو دیدین دور و بر من تو این مدتی که حالا با هم دیگه بودیم یا مثلا همیشه همه جا با هم دیگه رفتیم اصلا این کوستاریکا سر کوستاریکا دعوا نشد. سر این زنجیروار وصل شد به تراس ایشو که برای من کلا یه چیزی برای من آفه. یعنی این که یعنی اصلا من از این متنفرم یه نفر تو زندگیم بگه کجا رفتی چیکار کردی کجا بودی فلان کردی. من کلا یه چیزی بهتون بگم. کلا
هر چقدر به یه آدم بگی نرو اونجا، برو اونجا، نرو اونجا، بدتره. فلان بکن، کسی بخواد کاری بکنه، میخواد کوستاریکا بکنه، همین کالیفرنیاش هم بکنه قربونت اصلا بهشون جری‌تر میشن که چرا مثلا به نظر من آدمایی که تو رابطه هم هستن میتونن مسافرت برن. به نظر من میتونن مجردی مسافرت برن. اتفاقا اون بسته بودن که تو نرو مسافرت، تو نر همش با هم بودن هم آره من به نظر مرد اگه بخواد کاری بکنه میکنه. چه تو خونه زندگیت بغل تو بکنیش، توی قفس 24 هم گوشت چک کنی، میره 2 دقیقه بیرون، فعلا رو تو جای درستی استفاده کن. میره بیرون 2 دقیقه مسیجشو به همون دختره میده، بعد میاد مسیجشو پاک میکنه، میاد تو خونه دوباره تو هم گوشت چک میکنه، نمیفهمی. اصلا بابا یعنی کلا میخوام کسی بخواد کاری بکنه. آقا اصلا شرایط آقا شما که میدونید من بدتر کلا مثلا چند هفته شیکاگو هم نمیدونم فلان، اصلا خیلی برام مسخره است میدونی. بعد دیگه تو میدونی تو ماها تو دوره ماها بالاخره آدمه با تجربه ای هستیم، آگاهانه وارد رابطه میشی دیگه. چرا گیر میدادم؟ بعد اینو میپرسیدی تا الان چیزی از رضا دیدی؟ من به این سوالام میرسم. تو واسه چی اصلا این کارو باشه چشم. الان دوست داری ازش بخش بعدی سوال‌ها که روانشناختی و تحلیل. بفهم. بله. تو رابطتون کی بیشتر نقش مراقبو داره؟ من بیچاره، سارای بچه‌ام، سارای مراقب، سارای مظلوم. واقعا داری؟ آره همش حواسم غذا خوردی، تو نظرت چیه؟ خوابیدی، فلانی، گردنتو اینجوری نذاری، گوشیت نمیدونم فلان نشه. من دوتاتون به یک اندازه. واقعا خیلی مراقبی. من موافقم. آره. سارا اینجوری نیست که مثلا یکی بیشتر مراقب، از 50. سارا هم واقعا خیلی میگم مثلا تیکر. آخه رضا اونقدر حواسش به خودش نیست، من بیشتر باز حواسم هست. رضا همش به حواست باشه چیزی جا نذاره، چیزی گم نکنه، غذاشو بخوره، این مدلیه. کی بیشتر به فضای شخصی نیاز داره؟ تو فکر کنم. نه چون یا جفتمون. یعنی چی به فضای شخصی؟ یعنی دوست داری بیشتر تنها باشی؟ من کلا تنهایی از یه دوست دارم تنهایی رو. ولی مثلا یه تایمای حال میده. آره من تنهایی رو بعدم نمیاد واقعا. یعنی فکر کنم بیشتر رضا. آره. یه کمی آره. بزرگترین ترستون تو رابطه چیه؟ برای من سارا خیلی کاراکتر با ارزشیه تو زندگیم کلا. اصلا از روز اولی که دیدمش هی پله تو کوتاه‌ترین زمان ممکن فهمیدم که این آدم دختر بیشیده پیله خیلی خوبیه. این ترس این که یه زمانی بخوام برنجونمش یا اینکه ناراحتش کنم واقعا عذابم میده. تو بزرگترین ترس چیه سارا جان؟ من فکر کنم همین. بزرگترین ترس میتونه اتفاقی که بخواد بیفته باشه، میتونه خیانت باشه، نه من یه تایمی این ترس رو داشتم که از ارتباطات قبلی آورده بودم با خودم. آره من ولی الان نه نسبت به سارا ندارم اصلا. یعنی همین الان میگه دارم میرم 3 هفته میامی تنها، میگم برو بهت خوش بگذره. پول داری؟ اگه نداری نرو. فکر کردم پول میدم. نه منم واقعا ترسم اینه که ناخواسته ندونسته کاری نکنم، مثل همون مثلا گیرایی که داده بودم بهش مسافرت کوستاریکا و ناراحتش کرده بودم، دلم نمیخواد ناراحتش. از چه چیزی توی رابطه فرار میکنی؟ از اینکه بقیه بگیم و پابلیکش کنیم فرار میکردیم که الان دیگه من ترسم از پابلیک به خاطر اینکه یه دوره بدی رو گذروندم. دوست داشتم همه چی این رابطه استارت بخوره، به خاطر اینکه حالا احتمالاً به سوالای دیگه میاد، اگه نگه من خودم تهش میگم. خیلی وقتا پابلیک کردن، حالا میخواد مسائل خصوصی زندگیت باشه، امکان داره اون مسئله رو به خطر بندازه، میدونی؟ یعنی یه مقداری به هر حال تاثیرگذار خواهد بود. دوست داشتم که این اطمینان بیشتر بشه. ولی سوال چی بود که من اینو باز کردم؟ از چی میترسیدیم؟ نه از چی فرار میکردیم؟ از چیز دیگه‌ای هم که فرار میکردم برای همین بود واقعا که سعی می‌کردم بهش نپردازیم، حالا فرار که نمیشه. رابطتون با زمان بهتر شده یا بدتر؟ قطعا خیلی بهتر شده. بخاطر اینکه سارا تو روز اول منو می‌دید حرف باور نمیگه، بگم تو از این پسر شیطونای فلان برو و تو اصلا اینجوری فلان. آره اصلا سارا واقعا خیلی. نظر خانواده ها راجع به رابطه‌تون؟ خانواده سارا رو من نمیدونم، ولی مامانم عاشق ساراست. یعنی من واقعا شهناز جون خیلی من مامانم عاشق ساراست. هر کسی از دور و بریای من سارا رو دیده عاشقه. ما کاراکتر بسیار دوست داشتنی، نه اینکه حالا دوست دخترم باشه بگم، واقعا کاراکتر دوست داشتنیه. و ربکا موقعی که مهاجرت کرده امریکا، کوتاه‌ترین زمان ممکن مثلا بگو ربکا خودت اگه دوست داری مثلا کاراکتر سارا رو چجوری دیدی؟ بچه‌ها میدونن واقعا دیگه
نیاز به آره خیلی خیلی واقعا دختر دوست داشتنی. حالا آره واسه همین من که من خانومم مامانم اینا قشنگ عاشق سارا و مامانم گهگاده اینجوری کرد اوایل که مثلا نمیدونم گفت این دوستت سارا خیلی دختر خوبی به نظر میرسه. گفتم مامان خیلی دختر خوبیه. هیچی تا نمیخوای یه ذره فکر رو بده در مورد چی فکر کنم. من یه مقدار به هم ریخته بودم. بعد گفت حالا خیلی ولی دختر خوبیه. باش ما دست شما در نکنه. مامانینای من ولی اینجوری نبوده که مثلا وارزا حرف بزنن تلفنی و اینا میدونن که مثلا ما الان با همین، ولی اینجوری نبوده مثل مدل من که با شهناز رو حرف میزنم یا الان با ربکا دارم زندگی میکنم. اونا نه، اونا مثلا یه استپ عقب ترن، ولی گفتن معلومه پسر خوبیه. اینجوریه. زمانی که با هم خونه شدیم با هم تو رابطه بودیم؟ نه نشدیم. سارا واشنگتن بود، من کالیفرنیا بودم. بعد به چیز برگشتم گفتم به سارا، گفتم سارا اونجا یه سری مثلا کازین و فامیل داشت، بعد دوست داشت بیاد اینور، حتی کالیفرنیا دوست داشت موو کنه. بهش گفتم سارا منم اون موقع لس آنجلس بودم. گفتم اسکی که آره اسکی که رفتیم، سارا گفت چقدر دوستات باحالن، زکو دید، پژمانو دید، حامد دید. گفتم ببین من دوستام اینجا هستن و اگه حال میکنی بیا کالیفرنیا بیا حداقل با اینا هنگات میکنی فلان و اینا. اینجوری شد سارا بلند شد اومد اینجا، بعد خونه گرفت اول خودش و اینا، بعد سال بعدش با هم دیگه. سال بعدم نه 6 ماه کمتر 2-3 ماه 4 ماه. بعد با هم خیلی کم من تو اون خونه بودم. بعدش دیگه هم خونه شدیم. به کی اولین نفر گفتین تو رابطه این؟ من به دختر دایی. من به دور و بریام که دوستای صمیمی بودن دیگه، پژمان و حامد و زک و بعد که تو اومدی به تو گفتم. من به ستاره و مونا. نظرتون راجع به ازدواج چیه؟ بگو. بعد بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. مثبت فکر در موردش الان صحبت کردن که بگیم حالا به ازدواج میبینیم یا نمیبینیم و اینا، به نظر من خیلی زوده. در خب واقعا از چارچوب و شرایط رابطه من خودم به شخص خیلی رضایت دارم. دوست دارین بچه دار بشین؟ من دوست دارم. من ندارم. این بچه نمیدونم. اگر آینده‌ای برای این رابطه حالا در آینده شکل بگیره، دوست دارین رابطه‌تون در آینده چه شکلی باشه؟ همین شکلی که الان هست. آره همین این رفاقته باشه. این رفاقته، این درکه باشه، این میدونی این انرژی توش باشه کلا. ترجیح میدی خیانت بکنی یا خیانت ببینی؟ خیانت ببینم. چون اگه خیانت بکنم خیلی دیگه حالا من خودم بد میشه. ولی اگه ببینم میگم خب این آدم اینجوری بود دیگه، من مشکل ندارم. آره منم ترجیح میدم خیانت ببینم. آزردن این آدم کار راحتی نیست واقعا. یعنی واقعا باید قلب سنگینی داشته باشه. اگه یکیتون مهاجرت بکنه کشور دیگه، اون یکی میره دیگه به کجا؟ دیگه به کجا؟ اگر مهاجرت بکنه سعی میکنم که راهی پیدا کنم که حلش کنم این داستانو، بدونم چجوری میتونم حلش کنم. ولی اگر دیگه مهاجرتم بکنه دیگه کرده دیگه 10 سال دیگه اسمش چی بود؟ مریم بود اسم. نه ولی سعی میکنم که برطرفش کنم، یعنی نمیشه که اینجوری. 10 سال دیگه فکر میکنید هنوز با هم هستین یا نه؟ آخه نمیشه اصلا پیش بینی کرد. من همین یه هفته پیش فکر میکردم دیگه قراره با هم نباشیم. اصلا نمیشه. من الان راجع به فردامم نمیتونم نظر بدم، ولی امیدوارم که باشیم، چون که من خیلی راضیم از شرایطی که هست. ببین چیزی که هستش اینه که این موضوع، خب این که الان حالمون خوبه خیلی مشخصه، همه میفهمن دور و بریا اینا، حتی حال خود سارا من احساس میکنم که حالمون خوبه، تو راه درستی هستیم. ولی در مورد 10 ساله اگه بگم آره دروغ گفتم، اگرم بگم نه دروغ گفتم، تا خاطر اینکه واقعا مشخص نمیشه. چطوری میفهمی هنوز عاشقش یا دوستش داری اصلا؟ یعنی من میفهمم سارا چجوری میفهم عاشقم یا نه خودت چجوری میفهمی یه طرف دوست داری؟ چجوری اون حس سواله چطور میفهمی هنوز دوستش داری؟ من فکر میکنم مثلا تو همین دعوا، تو همین تشر خوردنا، اون نگرانی که از طرف مقابل تو دلت شکل میگیره، اون حس مثبتی که دوست داری نسبت به زندگیش داشته باشی، دلتنگیه، تمام اینا یه پارامترایی که جمعش رو داریم میفهمیم این آدم دوست داری. منم فکر میکنم تو
بوی پیرن. اصلا وقتی میگه من مثلا 4 روز دیگه میام خونه، من اون 4 روز رو هوا میگه خوشحالی. اون موقع میفهمم. اگر دنیا فردا تموم بشه آخرین حرفت چیه بهش؟ شام چی بخوری؟ منم مقدم فردا تموم. منم مقدم بگم ساندویچ برگرت یخچال چی شد؟ واقعا مثلا همینو بگی. وای کوبیده رو کی زد سارا؟ چه اشکولانه به خدا. یعنی هم سارا میدونه که من چی میگم، من میدونم چی میگم. ما هنوز یه سیکرت ها داریم برای خودمون. سوال بعدی همین بابا، سوال بشینید بپرسیم. والا خدا. تا حالا وقتی با هم دیگه بودیم با یه نفر دیگه فکر کردیم؟ من نه بابا. اصلا. یعنی تو فکرتون هم یه نفر دیگه نگید؟ من نه. بذار درست بهت نشون فکر کنم به خاطر چی دارم فکر کنم، به خاطر همون دوره چیزم. حالم بد بود ولی به کسی فکر نکردم. تا حالا شده وقتی با هم باشین دلتون برای یکی دیگه تنگ بشه؟ من نه. الانم تنگ شده باشون نمیگن آره. نه آقا واقعا نه. اتفاقا من از تایمی که با رضام هر وقت یاد یکی دیگه افتادم مثلا گفتم عجب بی‌ناموسی بود، ببین چقدر پسر خوبیه. واقعا. چه چیزی باعث شد دوباره تو رابطه با هم دیگه برگردیم؟ من بگم تو. چون اصولا رابطه‌هایی که تموم شده میگه شروع کردنش خوب. خب من چون همیشه دوستش داشتم حتی اون موقعی که تموم شده. ببین من این تموم شدن رو قبول ندارم، به خاطر اینکه اصلا چیزی شروع نشد که تموم بشه. یعنی تو ذهن خودمونه این دوری و اینا یه فضایی چیزی که ما با هم دیگه دوستیم. یعنی هیچ وقت به سارا نگفتم شروع یا تموم یا سارا به من بگه گفتم نمیشه دیگه دوریم. ولی خب بعد از این اتفاقایی که تو زندگی شخصی خودم افتاد، خب سارا خیلی کنارم بود و این حسو گرفتم چقدر این دختر به من کیر میکنه، چقدر اخلاقش خوبه، چرا اصلا آب در کوزه و ما تشنه لبا میچرخیمش. واقعا اینجوری بود. ولی چیزی تموم نشد که برای بار دوم شروع بشه به صورت آفیشالی و جدی و چیز شروع نشده بود. یعنی من و سارا اینجوری من و سارا همدیگه رو میشناختیم، با همدیگه بودیم، دوستامون هم دیده بودم، ولی عین همون تلگرام مثلا دوستمه فلانه، ولی خب میدونستیم که حالا به همدیگه احساس هم داریم. ولی این شرایط زندگی اون این دوریه باعث شدش که از هم دیگه دور باشیم و بعد اینکه سارا موو کرد و من این اتفاق گذاشت یه مدت بعدش مووان کردم، یعنی تو ذهن خودم گفتم خب میتونه واقعا پرفکت ترین کیس باشه برای شروع رابطه. یه زخم احساسی که از گذشته هنوز با خودت حمل میکنه. من دیگه واقعا زخمی حس نمیکنم که حمل کنم. این که من حسش میکنم دلیل به این نیست که تو ذهنم باشه یا نه، ولی واقعا چون اخیراً همین اتفاقی که اتفاق افتاد واقعا اذیتم کرد به خاطر اینکه توی همچین سن و سالی مثلا یه همچین اتفاقی افتاد برام اینا یا همچین یه کسی میتونه یه همچین کاری بکنه، این ذهنیت خیلی اذیتم میکرد. یه چیزی رو از هم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. مارگاریتا می‌خوری؟ همون داستان مارگاریتا. بچه‌ها داستان مارگاریتا رو پرسیده بودن که همون داستانی که تعریف کردن، گفتن داستان مارگاریتا چیه؟ همون داستانی که تعریف کرد رضا تو لاس وگاس. آره دیگه مارگاریتا. تو چی؟ از سارا چیزی که فراموش نمی‌کنم کنارم بودن تو تمام اون دوره سختم بود. خیلی دوره بعدی بودش و واقعا نصف شب نمیدونم قشنگ میدونست حالم هم بده، به صبورانه ترین شکل ممکن کنارم. اگه یه روز همدیگر رو گم کنید و با این آهنگ بتونید همدیگر رو پیدا کنید، اون آهنگ چیه؟ من بگم رکابی مشکی تهران رو اجرا کن برو رکابی مشکی تنمه گل تو داشت مورد بیزاقم تهران رو دوست دارم خیلی با کدوم آهنگ؟ رضا رو با کدوم آهنگ پیدا کنم؟ شب از مهتاب پر میشه مال داریوشه. اگه قرار باشه هر کدومتون یه حیوان باشین چه حیوانی میتونه باشه؟ تو به رضا رو بگو تا سارا. سگ واقعا.
با وفایی با وفا، مهربون، به موقعش بد اخلاق، به موقعش من زمانی که گفتیم دختره به تو گفته تو قیافت شبیه خره دیگه تو چشا وای دیت اول یارو نه میدونی گفتی آره واقعا حالا شبیه الاغه میگه چشای خر حالا جدی میگن چشای خر خیلی قشنگه موجه هاش میگن خیلی موجه الاغی یعنی موجه های بلنده ولی به سارا رو من میگم همستر آره همستر خیلی جالبه یه سر سوالا گویا داره تر میشه ربکا ما داره میخنده و نمیپرسه ببین درصدش بریم اجرا زنده رکابی میشی. اگه یه روز حافظتون رو از دست بدین چه چیزی از هم دیگه به هم میگین که یادآوری کنین خودتون رو یعنی یادش بیاد طرفتون مثلا فکر کن تو فراموشی گرفتی رضایتی بگه تو نه فکر کنم آلردی سارای 50% این زندگی داره زندگی کنه آره تقریبا حافظه رضا 50%ش مونده شاید اگه حافظه سارا از دست بره لاس وگاس بتونه منو میبری وگاس آره همون حالا شده وانمود کنیم حوصله هم دیگر رو داریم ولی نداریم واقعی بگیم حوصله هم دیگر داریم من ببین این فکر میکنم اصلا یه چیزیه که عامه یعنی تو مجبوری یه جاهایی تو رابطه نه اینکه بگه حوصله داری نه برام خب تو سش حوصله نداری میگه نه بذار بهت بگم آقا تو امکان داره اصلا به هر حال داری با هم دیگه زندگی میکنین دیگه خب امکان داره اصلا یه موقعی دوست داشته باشی مثلا لش کنی اصلا نه هیچکی مثلا تیوی نگاه کنی ولی یهو مثلا داری با پارتنرت زندگی میکنی و اونم میاد پیش تو میدونی منظورم چه؟ من فکر کنم کلی باشه. برای تو خیلی پیش اومده؟ نه اینجوری نیستش که. من زیاد پیش نیومده چون هیچ وقت نیست. یعنی وقتی که هست من خیلی حوصله دارم. مثلا 3 روز بعدش میره. ببین این داستان اینجوریه که این حوصله داشتنی نیستش که من توان تو رو نداشته باشم، حوصله تو رو نداشته. نه والله جدی. حوصله نداری نه یعنی منظورم اینه که آقا کلا دیدی یه موقعی دوست داری تو خودت باشی. عجیبه ربکا؟ نه واقعا؟ نه واقعا عجیب نیست. همین رو میگم. ولی مثلا یه همون لحظه مثلا دوست پسرت بیاد رو قربونت برم. آره دیگه مثلا یه هم موقع دوست پسرت دیگه قربونت برم تو هم دیگه خب دوست پسرم. اصلا حوصله ندارم. یعنی اصلا طرف نیاد اصلا. آره یعنی میگم چیز عجیب غریبی نیست. تو هم قطعا اینجوری. آره. مثلا یه موقع آخه الان یادت بیارم 20 سکند. آره نه راست میگه. آره. تو داری کارات میکنی، آرایش میکنی، نمیدونم وسایلاتو میشینی یا سر به سر میذاری. بذار این کارو انجام بدم یه ثانیه. راست میگه. خیلی عادیه بنام. کی بیشتر عاشق دیده شدن توسط دیگران؟ رضا. آره واقعا حتی کاراکتر من این مدل من دوستم مجلس گردونی کنم هر که هستم مثلا سنتر اف اتنشن واقعا درست دارم میگم سنتر اف اتنشن واقعا درست تو کاراکترم هست درسته 100% 99% تا حالا شده از هم کاری کنی که طرف حسودی کنه؟ نشده. من نکردم. چرا کردی؟ اون موقعی که چیز بودیم مثلا واقعا رفیق بودیم واقعا حسشه نکردم. آره استای من همه اشتباه. آره. اگه قرار باشه توی سناریوی فیلم عاشقانه باشین چه صحنه‌ای رو بازسازی می‌کنین؟ تایتانیک تو ماشینه. دست دیگه تایتانیک تو ماشین. اگه قرار باشه کلمه رمز بینتون باشه برای وقتی که چه هوس دارین اون کلمه چی بود؟ هوس دارین بده کلمه رمزی ولی یه بار گفتم نه سر این داستان ولی بده کلمه رمزی گفتم. چای بخوریم؟ نه بابا بهت گفتم با یه دوستی داشتم قدیم می‌خواست تو جمع یه چیزی رو بپیچونه و فلان اول یه کلمه رو میگفت بعد ادامه داستانو گفت ما می‌فهمیم اوکی بعد این داستانو بپیچونیم. یادش نمیاد یادم نمیاد. بگین کلمه اصلا یه چیز مسخره. کلمه رمز اگه بینتون باشه اون کلمه چی میتونه؟ با من یه دوستی قدیم داشتم حالا بگم یه دوستی قدیم داشتم این تو لوازم و تحریر بود خب بعد یه کلمه در آورده بود مثل سومنگنه خب مثلا دیدی کلمه به چیز میخوره به لوازم و تحریر میخوره یهو مثلا میرفتم مثلا پیشش تو بازار بود یا مثلا میرفتم پیشش میگفتش که
رضا جان اون سومنگنه ها رو آوردی از تو بازار، بعد من میفهمیدم این کلمه رو میشیدم میفهمیدم اوکی داستان رو بعد بپیچونم. میگه آره دیگه ماشینم فروختم به رضا دیگه. گفتم بله من دیرو پیروزه میده که قولنامه‌اش کرده. اصلا نمیدونم ماشین دادی یا نه. سومنگنه اولش یه سومنگنه مثلا میگفتش که محمد دیرو رفتیم این سر کارخونه سومنگنه اینا، بعد من میفهمیدم این داستان رو بعد بگیرم دیگه. بعد میگم آره بابا خونمون رو بابا. بچا پس بدونین سومنگنه. آره همین کلمه رمزش کنیم دیگه. بیا یه رمز هست دیگه. دمه میدونم یه شما میدونین رو یه 100,000 نفر دیگه اونور ولی انقدرم کاربردی بود این کلمه باورتون نمیشه. بچه به نظر من بذارید بقیه سوالا رو واسه بخشای بعدی. آره بچه‌ها فقط می‌خواستن بدونن ما تو رابطه ایم یا نه، ما دیگه همه چی رو گفتیم. به هر حال آقا بخواید اضافه کنید. چرا من می‌خواستم این داستان رو اضافه کنم که این دورهه که کلا حالا شد، این دوری من و سارا، بعد اون اتفاق زندگی من، بعد این برگشتن دوباره به همدیگه به صورت جدی و این حال و روزی که وجود داره و رسیدیم به کامنت ها و سوال ها و اینا، کلا یه حال و هوای خیلی قشنگی از این اتفاقا خیلی جاش بد بود، خیلی جاش شد. ولی الان که اینجا نشستیم و داریم صحبت میکنیم، من خودم به شخصه حس خیلی خوبی دارم. یعنی خیلی خوشحالم از این، خیلی خوشحالم که اون مارگاریتای بوده، خیلی خوشحالم که اون لبخنده بوده. متاسفم بابت خیلی از این اتفاقایی که تو رقم خورده، حداقل تو زندگی شخصیم که قطعا سارا هم تحت تاثیر قرار داده، ولی خوشحال‌ترین آدمم که سارا تو زندگیم هست. و این که بازم دارم میگم بچه‌ها اگر پابلیک نکردیم تمامی این اتفاقات باعث میشدش که یه خیلی جاش مبهم باشه، یعنی مطمئن بخوایم بشیم از هر چیزی سیف باشه، به دو طرف آسیب نرسه. واسه همین این داستان باعث شدش که مقدار این طول بکشه. ولی ما اهل این ادا اطفالا نیستیم که وای حالا این پنهان باشه نباشه. من یه سری از جای زندگی مثلا دوست ندارم شیر کنم چون میدونی احساس میکنم که آسیب میخوره. ولی به هر ترتیب ببخشید اگه طولانی شد و امیدوارم که حداقل یه بخش عمده‌ای از سوالاتتون رو جواب داده باشیم. دیگه سوالاتش میرفت چیز میشد به بیراهه داشت کشیده میشد و اینا. خلاصه که این از من دمتونم گرم. خیلی دوستتون داریم. شما یه چیز اضافه کنید؟ یه رو صحبت کردم. هر چیزی که رضا گفت واقعا نظر منم هست. خیلی خوشحالم از این وضعیتی که وجود داره. مرسی از شما، مرسی از کامنتاتون، مرسی از حمایتاتون. چه تو رابطه ما، چه توی حالا ویدیوهای دیگه‌ای که میذارین، همیشه حواسم به کامنتاتون بوده و هست و مرسی از همه. مرسی از پژمان و ربکا بابت 100% آره. مرسی. دمتون گرم، ماش به کلاتون.